این در حال حاضر یگانه ایستگاهی است که در شهر کلاب باقی مانده است. دور بودن آن از مرکز شهر دلیل اصلی بقای آن است. 3 سال پیش بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق شهر دستور تخریب همه ایستگاه‌ها را با هدف بازسازی شهر صادر کرد. حالا هیچ ایستگاهی در مرکز شهر کلاب وجود ندارد. ایستگاه بودنش خوب است برای مثلا مسافرها و مسافرکشانا هم دیگر هم همه در کار نیکی وقتی که پروبکا باشه و ماشین که رفته نتونه این در کار نیست. بدون ایستگاه مشخص در کلاب ماشین‌های مسافربر در هر جای ایست می‌کنند و مشکلات بیشتری را برای ساکنان و وسایل نقلیه به وجود می‌آورند. پیش از تعیین شدن بهرام عنایت‌زاده کلاب دارای ده‌ها ایستگاه بود که در فصل گرما و سرما برای ساکنان سرپناه فراهم می‌کردند. اما امید به بازسازی منجر به تخریب این ایستگاه شد. این یکی از ته‌کرسی‌های ایستگاه‌های شهر کلاب است. 3 سال پیش با دستور بهرام عنایت‌زاده تخریب کرده شده بودند. اما از بین 3 سال گذشت تا کنون این ایستگاه‌ها برقرار کرده نشده است. اگرچه این ایستگاه زمانوی وجود دارد اما آن به بودجه محلی ساخته نشده است. آن در شاهراه بین المللی کلاب ناحیه شمس‌الدین شاهین قرار دارد. 2 عدد است با پول بنیادی راه شرکت‌های چینی ساخته‌اند. ساکنان هم میگویند که چنین ایستگاه‌ها ساخته شود بهتر است. در حکومت شهر گفتند که حالا با صاحبکاران مشورت دارند تا آنها در کلاب ایستگاه سازند. همش هم با صنایع کردنیم این 10 تاشه اوجه قبول کردم خریده سر میکنن. کلاب در جنوب با داشتن 235,000 اهالی سیومین شهر کلان تاجیکستان است. زواد و فابریکه‌های زیاد ندارد و بیشتری اهالیش به مردیکاری به روسیه میروند. ایده‌ای هم از دوشنبه بار آورده در بازار سودا میکنند. نفرانی که مردیکاری و روسیه نمیروند و تاکسیرانی مشغولند. همین است که در شهر گشت و گذار ماشین‌ها زیاد شده تنبشوی دیده میشود. یکی از عامل‌های این را در نبود ایستگاه و در دلخواه راه بار کردن مسافران می‌دانند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.